با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه دوستان و عزیزان و تمام دوستانی که تازه این ویدیو رو نگاه میکنن. عزیزان، یه سری عددهایی هست که همه کس راجع به این چیزا صحبت نمیکنین. تجربه چندین ساله یه کلکسیونر میتونه باشه. ببینید، عددهای جایگزین بهش میگن که شاید حتی از ارور هم قیمتش خیلی بالاتر باشه. 99، 9 و 33. من راجع به هر کدوم از عددها یه ویدیو ساختم. حتما این ویدیوها رو ببینید که بسیار با ارزشه. 33 پایین، 9 پایین، 99 پایین. کسر و مخرج بگم بعضیا اشتباه میکنن، فقط پایین. 33، 9 و 99. حتما این ویدیوها رو ببینید که مطمئن باشید این ویدیوها به دردتون میخوره و ارزش بسیار بالایی به اسکناس هایی که داریم میده. چه بسته، چه جفت، چه تک که داشته باشید. حتما ویدیوها رو ببینید، متوجه میشید. 33، 9، 99. ممنون، متشکرم. خدا نگهدار.